سلام. قرار بود فردا مامانمو بره. امروز زنگ زدن ساعت 10:30 صبح که 11 حرکت. پاشید را بیافتید. مامانو راهی دارم میکنم. که الان ساعت فکر کنم 12 و ربع باید اونجا باشیم. مامانو راهی میکنم و شروع میشه. من سگی میخوام امشب. چه حسی داری؟ چه دعایی میکنه تو؟ خوشحالی؟ خیلی حرف بزن. چند تا دیگه مونده؟ چی میگی؟ سلام کن دارم رانندگی میکنم. بابا وایسا عزیزم، حس خیلی خوبه، حس پروازه. خب ما داریم میریم مامانو بذاریم. مامان خودش رانندگی میکنه تا اونجا. داریم میریم مامانو بذاریم. اولین چالش من اینه که رانندگی کنم. بعد رفتن نمیخوام گریه کنم. چه حسی داره؟ مامان نداری الان دیگه. هیچ حسی ندارم. وقتی که شروع کردی غذا درست کردن تو خونه خونه رو تمیز کردی بهت میگم خداحافظ. مامانمو میخوام. یالا شده باز دوباره دل واسه خنده هات بیقراره. بچه ها ما مامانمون رو رسوندیم، برگشتیم خونه با حمید گفت میرم مغازه، هنوز نیومده خونه. نگرانش شدم، گوشیرم با خودش نبرد. من مامان شدم نگران شدم. یعنی الان من باید پاشم غذا درست کنم، من خوابم میاد. خب حالا مثلا من 10 سال تنها زندگی کردم، مثلا اینطوری نیستم که تا حالا غذا مزه و اینا مسئولیت گردنم نبوده باشه، ولی با این حال خیلی سخته. واسه همین میگم بهشت زیر پای مادران است. آقا سلام، من باید غذا درست کنم الان و اینکه نمیدونم چی درست کنم. بذار تو فریزر رو ببینیم، مرغ بذارم بیرون دیگه. اینجا رو نگاه کن. سلام، خوش اومدید به دومین روزی که مامان شدم. خیلی مامان بودن سخته بچه ها، واقعا سخته. دمشون گرم، به خدا به خاطر همین میگن که بهشت زیر پای مادرانه. یه چیزی بهتون بگم، اینکه من امروز از صبح که بیدار شدم در حال ویدیو گرفتنم برای یوتیوبم شورت، و اینکه کلی کار داشتم، واسه همین اینقدر آرایش کردم تو خونه. و قبل از اینکه این کارا رو بکنم یه دونه خوراک لوبیام درست کرده بودم که بالاخره باید غذا باشه همیشه تو خونه. حمیدرضا مدرسه میره، حمیدرضا دانشگاه میره، میاد. دوست دارم که یه چیزی بخوره که داغون نباشه بچه. خب خواستم بهتون بگم که بریم ببینیم لوبیام چه شکلی شده. بعدش یه کارایی هست که باید انجام بدم، بریم با هم انجامش بدیم. یه کار گفتم باید بکنم که با هم دیگه انجامش بدیم. میدونید چه کاریه؟ خیلی کار سختیه. تا کردن این لباسا. همه جای خونه لباس. من این دوربینو میذارم یه ور و میرم لباسا رو تا میکنم. بچه این کاری که دارم میکنم این که مثلا خودم رو دارم جای مامانم جا میزنم که اسمش اشتباه فکر کنم. این که دارم سعی میکنم که مامانم کارهایی که هر روز تو خونه انجام میده رو انجام میدم. تازه مادر من علاوه بر کارهایی که تو خونه انجام میده بیرونم کار میکنه. یعنی هر کاری که الان تو خونه هست رو انجام میده و بیرونم کار میکنه و من واقعا پشمام میریزه. یعنی از مادرام هم پشمام میریزه. من تازه 1/3 که چه عرض کنم، 1/10 کارهایی که مامانم داره انجام میده رو دارم انجام میدم و اینطوری هم که گرگیجم. بازم تاکید میکنم من آدمی هم که 10 سال تنها زندگی کردم، یعنی چشیدم کارهای خونه رو، ولی خیلی سخته واسه مثلا 3-4 نفر. خودت تنها باشی داستان فرق داره با اینکه مثلا واسه یکی دیگه، مثلا 2 نفر دیگه هم 3 نفر دیگه هم تو خونه باشن. بریم لباسا رو تا کنیم.
همراه باشید. امشب اون سفید پوشیده من سیاه یالان دنیا. سلام مجدد. آقا من خسته بودم، یکم خوابیدم، پا شدم دیدم بابام نون خریده. نون این نونا رو حالا باید چیکار کنیم؟ معمولا مامان من نونا رو میذاره توی فریزر یا اینکه خشکشون میکنه. خشک میکنه، هر وقت خواستیم بخوریم ازش آب میپاشیم استفاده میکنیم. وقتی که خشک میشه نون، موندگاریش 1000 برابر میشه. حالا من بهتون نشون میدم چه شکلی خشک میکنه. سلام حالتون چطوره؟ آقا امروز قراره من یه کاری انجام بدم، کاری که همیشه مامانم انجام میده. یه ماسک صورت درست میکنه که فوق العاده واسه پوستای حساس خوبه، آبرسانی شدید. الان بیایید با هم دیگه بریم کاراشو بکنیم و دیگه چی بهتون بگم؟ یه چی دیگه، بیایید بریم. برای این کار به یک چاقو نیاز دارم با یک دستکش. برم پیدا کنم اجزام. وایسا. بچه جون این ماسکو میزنی برای اینکه من چون اولین بارم نیست که دارم این ماسکو میزنم. شما اول باید پشت گوشتون تست کنید که ببینید حساسیت دارید یا نه. اگر حساسیت ندادید این ماسکو تست کنید. خواهش میکنم بفرمایید لطفا. تکنوازی خانم ثانیه رو داریم به افتخارشون. ممنون. سلام مجدد، حالتون چطوره؟ آقا به آخرین روزی که من مامان شدم خوش اومدید. میخوام بهتون بگم که امروز صبح مامان من راه افتاد و اینکه مامان من راه افتاده. امشبم شب یلداست، قراره من واسه شام یه چیزی درست کنم که دیگه هم مامانه میرسه میل کنه، خودمونم شب یلدا رو جشن بگیریم در کنار هم. چی میخوام درست کنم؟ اگه گفتی پلو ماهی میخوام درست کنم، اما نه به روش خودم. ماهی میخوام درست کنم نه به روش خودم، چون من اگه بخوام به روش خودم ماهی رو درست کنم انقدر سرخش میکنم که تمام اون خارای توشم فرشته میشه و میتونی خرچ بخوری همه. ولی به روش مامانم میخوام درست کنم، یعنی میخوام ماهی رو سوخاری کنم. امیدوارم که بتونم خوب در بیاد. بعد یه صحبت دیگه ای هم که هست، من میخواستم ماهیا رو اول بخوابونم تو آب نارنج و اینا، بذارم یکم استراحت کنه، بعد سوخاریشون کنم. که بعدن خالم بهم گفتش که معمولا ماهی رو بهتره که همون موقع که میخوری موادم بهش اضافه کنی، آب لیمو و آب نارنج و اینا. من تصمیم گرفتم سفت نشه. سبزی کوکو آرد، نمیدونم واسه چی، ولی فکر کنم یکی دو قاشق میریزن. حالا همه چیز رو نچینیم. آفرین. پس چی شد؟ تخم مرغ آرد. تخم مرغ من تا حالا ندیدم کسی اینطوری ویدیو بگیره. تخم مرغ عزیزم که میای رفیق روز تنگم.
دیگه حالا یه تیکه یه تیکهش اینطوری شد دیگه، ولی خب اشکال نداره. خب ما اومدیم با ماهی. بچه این ماهی ها رو من میخوام سوخاری کنم، ولی قبلش نمک صورتی. آره قبوله. آره قبوله. خب بچه ها کار من کلن تموم شد، تقریبا 4-5 ساعت سر پام، ولی خب نتیجه، بریم نتیجه رو ببینیم. واو کارو بگیر بچه ها جون. این ویدیو 2 روز بعد یلدا به دستتون میرسه. امیدوارم که یلدا خوبی رو سپری کرده باشید. یلداتون پیشا پیش که نمیشه، پسا یلداتون مبارک با تأخیر. سلام. زیارت تو قبول. خوشی گذشت؟ بله عالی بود. آخه مرسی. لباسامم تا کردم، برم بچه ها رو بخوابونم.